Thumbs up. In 3, 2. Beautiful. ششم نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر واشنگتن در ضیافت کاری همایش دوم آسیای مرکزی ایالات متحده آمریکا S5 جمعیت اشتراک و سخنرانی نمودند. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان به راهبر کشور میزبان دونالد ترامپ برای دعوت و پذیرایی صمیمی اظهار سپاس کرده. دایر به ضرورت و راه‌های رشد همکاری تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی با ایالات متحده آمریکا اندیشه‌رانی نمودند. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان صلح و ثبات و امنیت پایدار را زمینه بنیادی همگونه رابطه‌های اقتصادی و تجارتی ارزیابی نمودند. در ادامه سخن به توسعه همکاری اقتصادی، افزایش گردش مال میان کشورها و جلب سرمایه به ساحه‌های آینده‌دار تاجیکستان توجه خاص ظاهر گردید. بنابر ذخیره‌های بزرگ گیدرانرژتیکی و موقع گئوگرافی تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آمادگی جانب ما را با دیگر شریکان در توسعه همکاری و به تحکیم ساحه انرژی سبز و انتقال آن به کشورهای همسایه تاکید نمودند. تأکید گردید که در کشور ما با در نظر داشت امکانیت‌های موجوده بر رشد ساحه‌های گوناگون صنعت و انرژتیک، به خصوص افزایش اقتدارهای تولیدات نیروی برق از منبع‌های برقرار شونده، اهمیت خاصه ظاهر کرده می شود. در این ضمن علاقه‌مندی تاجیکستان به تحکیم و توسعه همکاری‌ها با شریکان بین‌المللی در این سمت‌ها ابراز گردید. سرمایه‌گذاری به استخراج و کارکرد کندنی‌های فایده‌ناک نیز از جمله سمت‌های آینده‌دار اقتصاد تاجیکستان نامیده شد. در فراورد سخن ابراز گردید که تاجیکستان به اینابت اقتدار اقتصادی خود می‌تواند توسط گسترش همکاری و همیاری در تحکیم زنجیره‌های استوار استحصالی و تجارتی موقع نظررس داشته باشد.